همه روضه های کربلا روضه های ابوالفضله. یه راه روضه خوندن بهت نشون بدم، بری کنار ضریح ابوالفضل عباس، باور کن اینقدر این مناجاتو کردن نتیجه گرفتن. همین خیلی ساده هم بگو عباس منو درست کن، آبروم میره ها. خیلی حساسه به آبرو، خیلی آغاز، خیلی مرده، خیلی حاجت هم که میدونی چجوری باید از ابوالفضل بگیری. میگه رفته بودم کنار ضریح، دیدم عراقیه سر بچه‌شو چسبونده به ضریح، یک حرفایی میزنه با ضریح و بعد سر بچه‌شو برمی‌داره بهش چیزی میگه، بعد دوباره سر بچه رو میذاره یه حرفایی میزنه. گفتم این چی میگه؟ نه گریه بکنه نه چیزی، همینجوری محکم لوتی. گفتم این چی میگه؟ یه نفر رو آوردم گفتم این چی میگه؟ گفت بذار گوش بدم. بعد زد زیر گریه، گفت این سردرد داره بچهش دکترها جوابش کردن، اومده میگه ابوالفضل سر بچه‌مو خوب کن. بعد به بچهش میگه خوب شد، میگه نه، میگه صبر کن الان خوب میکنه. ابوالفضل سرشو خوب کن میخوام برم کار دارم. اینا اینجوری هن. بگو آقا قول دادم آدم شم آبروم نره ها، قول دادم آدم شم آبروم نره ها. همین خیلی ساده هم بگو منو درست کن، آبروم میره ها، آبروم میره ها.